هفته خبر تو خبر داره براتون از حلقه تحریم ها دور گردن عظما که یه سایز دیگه هم تنگتر شد، از ژاپن که یه رزوه دیگه شیر نفت رو بست. 伊朗总统艾哈曼迪贾内德及最高精神领袖哈米尼正在角逐伊朗主导权。 از هنگ کنگ که جلوی 19 تا کشتی رو گرفت که با پرچم هنگ کنگ نفت برای عظما جابجا می‌کردن. و از اسم یکی دو جین از مقامات ریز و درشت باقی مونده نظام که اینا همه رفتن تو لیست تحریما. جنگ گرگا که همینطوری بی دنده و ترمز داره پیش میره. در نتیجه به اشاره عظما هارت و پورت های میزنم و میبندم و میگیرم و داغون میکنم رو سپردن به بسیجی های کدنتر و به جاش یه عده شروع کردن به چیدن میز برای سرکشیدن جام زهر. از زمانی که آقای بوش بر سر کار اومد با اینکه ما مشکلی نداشتیم، یعنی سیاست‌های اصلاح طلبها در ایران حاکم بود، گفتگوی تمدن‌ها بود، مثلا ما در چنین فضایی داشتیم به سر می‌بردیم که آقای بوش اومد زد زیر میز و گفت که این حرفا نیست و ایران تو محور شرارته. آقای اوباما که اومد ما بین این گرفتار شده بودیم، اگه بریم به سمت پیشرفت این عکس العمل داره و اینو چه کار باید بکنیم؟ بعد از سیلی سنگین تحریم و بستن یه فرغون پر از کانال‌های پخش کننده تیوی ریش، آه از نهاد عظما و سردمداراش در اومد. این وسط در مورد این موضوع هم خفه خون گرفتن که اگه هارت و پورت‌های ماهواریشون خالی بندی نبود، چرا به جای فرستادن کرم و سوسک و سایر امپالیکی‌های احمدی نژاد مسئله تلویزیون‌های بی صاحب شدهشون رو حل و فصل نمی‌کنن؟ رئیس رسانه ملی گفت دانشمندان و کارشناسان برجسته کشور طراحی این پروژه بزرگ ملی را آغاز می‌کنند. رئیس رسانه ملی افزود موفقیت شبکه‌های برون مرزی صدا و سیما و تأثیرگذاری بالای آن بر جامعه جهانی موجب شد تا استکبار جهانی با پرداخت هزینه بسیار بالا اقدام به قطع این شبکه‌ها نماید. قسمتی از تحفه‌هایی که این شبکه‌ها پخش می‌کردن و استکبار جهانی با پرداخت البته هزینه بسیار بالا اقدام به قطعشون کرده رو ببینید تا معلوم بشه جهان از چی محروم شده. غلط نکنم شیوه‌های سلام علیک مبتکرانه تیوی ریش حسودی همه مجریای عالم رو تحریک کرده و حالا این شما و چند مدل جدید سلام علیک از ابتکارات خودکفایی نظام. مدام میگم سلام، تو فکر کن 101 بار. نمیخوای که علیک بگی که بشه رشته کلام دونه های سلام من؟ در هر کجای میهن اسلامی که هستید امیدوارم خوب خوش خرم باشین. در جزیره زیبای تنب بزرگ هستید. خوبی؟ تندرست باشید، فعال، پر انرژی، کسب و کارتون پر رونق، منتها فقط مراقب باشید تو شیشه نرید. یعنی دقت بفرمایید که الهی بمیرم واسه آقای کمالی. من فکر کردم عمل زیبایی انجام، بعد دیدم دماغش 3 برابر روز قبل شده که من دیگه نگید که شیشه رو بنده خدا رفت توی شیشه و بسیار دیدنی دماغش شکست. دارم میخندم ان شاءالله که بلا دور باشه داداشم. چه خبر آقا؟ نخند زشته اصلا، نخند خود سنگین. 20343 این پیامک مسابقه اتاق فرمان ماست. اگه نظام جهانی با سلام علیک های مجریای تیوی ریش هنوز سرنگون نشده باشه، دیگه در مقابل بحث آزادش نمیتونه دووم بیاره. البته بحث آزادی که یه مش بسیجی رو بار زدن ریختن توش تا دنیا رو مات کنن. اینا الان دقیقاً 3 تا ناو جنگی که تو هر کدومش 2 برابره تمام هواپیماهای نظامی ما هواپیما هست تو خلیج فارس داره تردد میکنه. چرا ما رو تحریم میکنن؟ چرا؟ ما چیکار کردیم؟ ما جنگ نداریم یا اونا؟ آرمان اول ما حفظ استقلاله، نه اینکه یه گوشت ارزون باشه. 300,000 تا شهید دادیم که ما الان به خاطر تخم مرغ با آمریکا رابطه داشته باشیم. وقتی از استکبار صحبت می‌کنیم منظورمون چیه از استکبار؟ بعد بحث دومینه که هر فرد بعد در جای خودش بحث کنه. این بحثی که الان ما داریم اینجا می‌کنیم یه بحث سطحیه. خب
در نتیجه اگه کسی که علوم سیاسی یا حقوق خونده اون هم کارشناسیشو داره بعد اینجا بحث کنیم. بعدتون ذکر کنم که من دانشجو حقوقم. این انقلاب خب تنها حکومتیه که در مقابل آمریکا وایستاده، یعنی همه کشک. من افتخار میکنم به اینکه کشورم کشور جنگ طلبیه و اینکه ما نباید کلا استکبار رو فقط محدود به آمریکا کنیم یا اسرائیل کنیم. چرا گوش کنید؟ تو که اینجا وایستادی داری حرف میزنی، خب به خاطر این بود که استقلال انتخاب. برگزار کنندگان این همایش فراموش نشدنی طرح جامعه مالیاتی از وزیر و معاون وزیر و فلان و بهمان و ریختن رو سن و کلی توضیحات دادن، ولی موقع ارائه کار فهمیدن که یادشون رفته رمز ورودی کامپیوتر رو از یکی بپرسن. موقع افتتاح هم که میشه از اشکالات دنیای دیجیتال دیگه، پسورد رایانه رو فراموش میکنن. ببخشید رمز دستگاه رو نذاشتم روی دستگاه. همین اتفاقات هستش که به یاد ماندنی میکنه این وقایع. و اما در پایان توجه شما رو به یک نمایش ورزشی جلب میکنیم که بالا گرفتن جنگ و دعوای درونی نظام رو به خوبی به تصویر میکشه. البته با عرض معذرت از مدافعان حقوق حیوانات و با تاکید بر اینکه در مثل مناقشه نیست.